شیشه رو بکش پایین. شیشه رو پایین کشید. گفت اینا که سوارن. گفت آقا کی باشه؟ درست صحبت کن. خوب دقت میکنی. آقا کی باشه؟ درست صحبت کن. اینا کی باشن چیه؟ گفت منو نمیشناسی کیه؟ گفت هر کسی باشه برای خودتی. صدات بیار پایین. دست جیبش کرد، کارت در آورد. رو کارتش نوشته بود ازرائیل ملک الموت. ببخشید قربان، ببخشید، شرمنده. من اولین بار بود شما رو ملاقات میکردم، به جا من آوردم. بعد تو ماشین این طرف اون طرف نگاه کرد. گفت ببخشید قربان، دنبال چیزی میگردید؟ گفت دنبال دین میگردم. دین کجاست؟ تو ماشین تو دین نیست؟ دین نیاوردی؟ ببخشید قربان، دین سر جاده بود، ایستاده بود. منم رد شدم، دست زد، سلام کردم، جواب سلامش دادم. گفت که منو برسون. گفتم فعلا الان جا تنگه، من مسافرها رو خالی میکنم به خاطر که به تو فشار نیاد. شما زیر این درخت بیستی، من سریع برمیگردم دنبالت. اگه اجازه بفرمایید قربان اینا رو پیاده بکنم برم دنبال دین. گفت وقت تمامه، لازم نکرده دین بیارید. اجل تو رسیده، خدا منو مأمور کرده که بدون دین قبض روحت بکنم. دلار داری، ریال داری، دنیا داری، زن داری، بچه داری، ماشین داری، هوای خنک داری، کولر داری، آب یخ دارید، موسیقی دارید، ماشین آخرین سیستم دارید، شهرت دارید، پول دارید، همه چی دارید، ولی دین نیست تو ماشینت، همراهت نیست. اجلت رسیده، من مجبورم که بدون دین قبض روحت بکنم. هرچی التماسش کرد گفت فایده نداره. دین نیاز ماست، همه چی درست میشه.